اصلی مراسم روزنامه‌نگار مقیم تهران مسیح علی نژاد بود که بنا به گزارش مجله نیویورکر برای مصاحبه با پرزیدنت اوباما به آمریکا سفر کرده. خانم علی نژاد با فصاحت و خیرگی کلامش خشم و امید را در هم آمیخت. اما درخشان از آن رو که تا دیروز زنان، کارگران، دانشجویان، وبلاگ نویسان، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان معمولی ما از هر حرکت، رفتار و هر صحبت خود می‌ترسیدند و احساس ناامنی می‌کردند. اما از امروز این حاکمیت است که از هر رفتار ما می‌ترسد. دلش بیشتر از دل ما می‌لرزد. حاکمیت احساس ناامنی می‌کند. احساس ناامنی کشنده تر از خود ناامنی است. اما احساس ناامنی از بدنه جامعه به حاکمیت منتقل شده است. کابینه کابوس اعتراض ما را خواب می‌بیند. از صدای سکوت ما در راهپیمایی می‌ترسند. کابینه کابوس اعتراض ما را می‌بیند و چه خوش است که 30 سال ما ترسیدیم و لرزیدیم. اینک فصل این است که حاکمیت بلرزد. شما بترسید.